میخواستم به طول اون بزنم چکمک، وظیفم اینه که ادب بکنم من تک تکتون. و اونایی که به من داری شکمک، منم مثل اونا جیه بهتون میگم یک یکتونو. سرش رو تونستی بگیری چون پادشاهی، خره یادت نره معروفت کرده تو رو کی. همون موسون که بوده زیر میلشی، بیادب میشم یهو بهت میگم برو کی به تو گفته میتونی در بیفتی با صحابت، میگی بالا خواهی مردمی بابا کس خارت. چطوری اون دوستا شدن داداشات آخه، یا اون کونی که تست تو بدنش قاچاقه. تو طول تولم بابا کوچیکی واسه پانچان معروفت کردم چرا دادی به سوسان و 4000 تا. بعید نی واسه این که خبرت باشه همیشه پایدارم به جا بگن که ساک زدی واسه پاپا باردار. الا وکیلی میکردم ذوق همتون ولی کلی هت دیدم از روغده ازتون. وقتی اون فرو هم دیدم تو سفره همتون یهو عصبی شدم و گفتم کس ننتون. تو اون موقع که مامانت میذاشت سر دست، تو اون موقع که انگشتت میکردیم سر صف. ما یه تیم بودیم با همه تیما داشتیم سر جنگ عمله میکردیم بیشتر از همون سوء ده قبل. میرسید خبرها از چین و بند جنگ، میگفتن خواهی در آوردی برامون از بند قتل. 3 تا دوست و یه بچه سرخر، حالا میخوام بزنم تو زیر کیر خلق سنگ. اومدی بهم گفتی آجی برادر باشیم، حواسم نبود پشت خنجر و زدی لاشی. میگم نه شکایتی ان حاج آقا دمت گرم. 3 تا گوگولی ان که لباشو میده تم سگ. یه بی پشمک با 2 تا سگ زرد که بالاخره دیدنشون صدق سر من. بیشتر از کشاورزا من بادم جونو کاشتم، رو صورت و گاوو میکشه مشت راستم. بگید هموسو بیاد بابا شما رو که باید ماچ کرد، که رو سرش با یک شمشیر خالی کنم پانچ فک. نفهمیدیم قبلی که چشم بسته میزنی تیر سگ، یا دستت بیشتر از مردم گویو سنگ. دیسن سگ تو میدم فکر نکنه از گنگ، قسمت بعدی رو نبینی رفته زیر کیر سنگ. چه حالا شما همه تیم بشی من تکم لبات میکنم با تونم رو بیتا گنگ بنگ. شوره تا هنی بپیشین که اجدا برگشت، آمدم بذارم تو سر همتون تق تق. چه حالا شما همه تیم بشی من تکم لبات میکنم با تونم رو بیتا گنگ بنگ. شوره تا هنی بپیشین که اجدا برگشت، آمدم بذارم تو سر همتون تق تق.